یک زمانی یک شاگردی به استاد خودش که او رو خیلی متبحر، او رو خیلی متخصص، اون رو خیلی صاحب فن میدونست، خطاب به استاد خودش گفت ببین جناب استاد، اگر شما حتی ادعای نبوت بکنید تو جامعه طرفدار دارید و خیلی ها به سمت شما راغب میشن و شیفته میشن. استاد چیزی نگفت، سکوت کرد. اون موقع سحر قبل از طلوع همین شاگرد رو بیدار کرد، گفت بلند شو برای من آب بیار، اما نه از این مشک داخل حیاط یا از این کوزه داخل خانه، برو برای من از چاهی که وسط روستا هست آب بکش بیار. ما استاد تو هستم، تو هم شاگرد خاص من هستی و به من خیلی ارادت و محبت هم داری، من آب میخوام، از اون چاه داخل روستا میخوام. یه شاگردی خورده تعلل کرد، مسمس کرد، شاید استاد کوتاه بیاد این موقع آب، اونم از اونجا این خواب شیرین، چطور اینو ول کنم و برم از اونجا آب بیارم؟ استاد حالا نمیشه، بیخیال بشید، فردا صبح ما از اونجا خواهیم آورد، ولی الان از همینجا یه چیز گفت، نه از اونجا برم بیارم. بالاخره شاگرد نرفت. فردا صبح شد، گفت ببین تو جزء مقربترین، بهترین و ارادتمندترین شاگردان من بودی. دیشب یه حرفی زدی، گفتی حتی اگر تو ادعای نبوت کنی، پیامبری کنی، هم در این جامعه طرفدار داری. تو که جزء بهترین اعوان و انصار من بودی، حاضر نشدی برای من بستر گرم و نرم خودتو ول کنی بری داخل روستا آب بیاری. من این کار رو به خاطر چه کردم؟ به خاطر اینکه به تو بفهمونم. این چیزی صادر نیست تا وقتی نصرت الهی، مدد الهی، حفاظت الهی، تایید غیبی الهی با این همراه نباشه. خیلی از این پیامبران دروغین آمدن، خیلی از این حکام و سلاطین آمدن، نام خودشون رو بر سکه ها ضرب کردن، از خودشون تندیس و مجسمه درست کردن، تلاش کردن تا نام خودشون رو بر جریده عالم ماندگار کنن، تلاش کردن که نامشون در جهان باقی بمونه، حکومتشون، قدرتشون، سکه رایجشون باقی بمونه، اما رفتن و نام و نشانی از اونها هم باقی نموند. در رابطه با حتی مغول که قومی خونخوار هست، اون زمان ضرب المثل شده بود که شما اگر شنیدید مغول شکست خورد باور نکنید. یعنی توی برهه‌ای از زمان اینا اینقدر قدرتمند شده بودن، اینقدر اینا تاخت و تاز داشتن، به ممالک مختلف هر جا رو میخواستن فتح میکردن که این در ذهنها واقعا جا گرفته بود. اما همین مغول 70-80 سال از حکومت اینها بیشتر نگذشته بود که در مقابل اسلام، قرآن سر تسلیم خم کردن و از همین نسل بهترین مسلمانان در آمد. بهترین حکام و سلاطین مغول رو اسلام تربیت کرد و یکی از عادلترین این حکام اورنگزیب یا پادشاه عالمگیر، پادشاه معروف هند بود که از نسل همین مغول ها.